زهرا نمیخوای جواب سوالای ما رو بدی؟ چرا که نه؟ بیا بریم جواب سوالاتو بدم. سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدید. بچه‌ها این اولین کانال یوتیوب منه که اومدم ویدیو اولم براتون بذارم و توی اولین ویدیویی که براتون گذاشتم کلی سوال و جوابایی که ازم پرسیدیم و من نتونستم جوابتون رو بدم توی این ویدیو اولم میخوام جواب سوالاتون رو بدم. حالا خیلیاتون ازم میپرسین که زهرا چی کار میکنی؟ کجایی؟ چرا نیستی؟ چرا کمتر استوری میذاری؟ بچه‌ها من از این به بعد تو کانال یوتیوبم هستم، بیشتر پیشتون خواهم بود و اینکه میخوام بیشتر با همدیگه کارهایی که انجام میدم رو ببینیم و اینکه لطفاً سابسکرایب بکنید کانال یوتیوبمو که بیشتر در کنار شما هستم. امروز میخوام تمام سوالایی که تو ذهنتون هست رو بهتون جواب بدم. بریم ببینیم چه سوالایی ازم پرسیدین. زهرا تو اینجا استانبول عشق ابدی، الانم که کانال یوتیوب تو شروع کردی، میخوایم بدونیم که اصلا چی شد که وارد استانبول شدی و توی این راه قرار گرفتی. خب من از سن 19 سالگی کلا توی ایران توی یه شهر دیگه درس میخوندم. برای اینکه اونجا خب مستقل زندگی میکردم دیگه عادت کرده بودم به مستقل زندگی کردن. من اونجا یه لیسانس مهندسی صنایع گرفتم. بعدش که دیگه فهمیدم همه چیز این نیستش که من بخوام منتظر باشم تا برام اتفاق بیفته. پس تصمیم گرفتم که بیام استانبول که استانبول اصلا به عنوان یه شهری که فقط بخوام توش زندگی بکنم انتخاب نکردم. من اومدم استانبول تا به اون هدفایی که تو ذهنم داشتم برسم و اینکه دیگه اومدم اینجا و کلی با اینکه حالا چالش و سختیایی که داشتم به تنهایی بالاخره تونستم 5 سال اینجا باشم. بچه‌ها میدونین که من تو اینجا خب دارم رشته مد و فشن میخونم و اینکه کلی کارهای دیگه قراره با هم دیگه انجام بدیم و اون چیزایی که تو ذهنم بود توی برنامه‌ام همیشه گفتم که میخوام یه برند رو بیارم بالا. منتظر برندمونم باشید. زهرا همه تو رو از عشق ابدی میشناسن، قبلش خیلی ما تو اینستاگرام ازت ویدیو ندیده بودیم. میخوام بدونم که اصلا چی شد وارد عشق ابدی شدی، چطوری وارد شدی در واقع؟ خب میتونم اینجوری بگم که من اصلا کلا تو دنیای مجازی فعالیتی نداشتم و اصلا کلا دوست نداشتم که تو دنیای مجازی هم باشم. ولی یه روزی نشسته بودم تو خونه و یه آگهی اومد تو اینستا و اومدم بهشون نوشتم و گفتم که جریانش چیه که دیگه حالا اوکی دادن و بهم. بعد منم رفتم واسه مصاحبه و بعدش دیگه قبول شدم و اومدم تو برنامه عشق ابدی. راستشو بخوای خودم هم نمیخواستم بیام ولی دیگه شد دیگه. به خاطر اینکه توی برنامه خیلی آدم بی‌حاشیه‌ای هست، یعنی از روز اولی که تو برنامه شرکت کردی خیلی توی اکیپا و تیمای مختلفی نبودی، کار خودتو می‌کردی و اینکه اولین حذفت هم از روی همون شد فکر می‌کنم. یکم توضیح میده بهمون؟ خب میتونم اینطوری بگم که من وقتی که اومدم تو برنامه کلا تو زندگی عادی من دختری هستم که نه حاشیه‌ای دارم و خیلی آرومم و ترجیح میدم که اگر کسی داره صحبت میکنه بیشتر گوش بدم تا اینکه بخوام جوابشو بدم. یعنی چی؟ یعنی از رفتار آدما من آدما رو میسنجم نه از حرف زدنشون. چون اگه قرار باشه که کسی حرف بزنه که هممون بلدیم صحبت کردن رو. و اینکه اینطوری شد که تو حواشی نبودم خب دوست نداشتم و فکر نمی‌کنم اصلا موضوعی هم باشه که به من ربطی داشته باشه که بخوام تو حواشی باشم. از حذف شدنت بهمون میگی اولین باری که برنامه حذف شدی شاید به خاطر اینکه توی تیم خاصی نبودی بر علیهت یه جور رفتار کردن که بخوان حذفت کنن؟ آها میتونم بگم که کانسپت برنامه اینطوری بودش که خب ما باید پارتنر داشتیم دیگه اونجا و اون تایمی هم شد که من اصلا اون تایم پارتنر نداشتم. ولی خب میتونم بگم یه سری هم دقیقاً شبیه من بودن، پارتنر نداشتم ولی موندن و به نظر من دوستی و دوستی و دوستی. البته کسایی هم که حذف نشدن و من حذف شدن و دیگه خودتون میدونین دیگه کیا بودن. ولی خب حذف شدن من ناراحت کننده بود ولی برگشتنم خیلی خوشحال کننده بود. دقیقاً سوالی که بیشتر بچهای اینستاگرام حتی پرسیدن، اصلا چی شد که برگشتی؟ چون من نمیدونم توی قوانین وجود داره یا نه برگشت به مسابقه، اونم با پارتنر برگشتی و قوی برگشتی. خب از اونجایی که توی تمام قوانینایی که توی حالا ورژن ترکی و عربی و هر ورژن دیگه‌ای که پخش شده
میتونیم اینو مشاهده کنیم که کسایی که حذف شدن میتونن دوباره برگردن. حالا ما هم که حذف شدیم و دوباره برگشتیم، چه ایرادی داره؟ برگشتیم ولی قوی برگشتم ولی میدونم که چجوری برگشتم. من یه سری از چیزا رو شنیدم، من یه سری از حرفا رو دیدم و گوش دادم، من یه سری از رفتارا رو سنجیدم و اومدم جلو و طبق اون رفتارای شما اومدم. پس این سری اگه اومدم قوی اومدم و ببینیم در ادامه میخواد چیا بشه. تا الان فکر کنم خیلی دیدیم که چه اتفاقایی افتاده، ولی فکر کنم بعد این خیلی اتفاقای جذاب‌تری قراره بیفته. زهرا، بعد اولین حذف ما تو برنامه خب خیلی دیدیم بچه‌ها خیلی اذیتت کردن، یکم عداتو در آوردن یا یه کاری کردن که واقعا ناراحت کننده بود. تو ناراحت نشدی؟ یعنی از برنامه حذف شدی و اینا رو هم داری میبینی؟ ببین میتونم بهت بگم که اونجا کسی منو اذیت نکردش، ولی از رفتارهای آدما و حرفاشون و اون کارهایی که میکردم واقعا اذیت میشدم به شخص من. شاید خیلی من اونجا کم حرف زدم، شاید نیومدم زیاد قاطی بچه‌ها بشم، چون داشتم از دور همشون رو تماشا میکردم. موضوع اصلی اینه که من بعد اینکه حالا اومدم از برنامه بیرون و برنامه پخش شد و داشتم نگاه میکردم، انگار آره یه سری از بچه‌ها پشت سرم ادامو در آوردن، پشت سرم صحبت کردن. اشکال نداره، بذار هر چقدر دوست دارن صحبت کنن. من نمیخوام قاطی حواشی بچه‌ها بشم و نه نیازی دارم قاطی حواشی بشم، چون خیلی هدفهای بزرگتر از این دارم تو زندگیم که باید بهشون فکر بکنم و باید بهشون برسم. چند تا بچه‌ها برگشتن خیلی خوشحال شدن، چند تا هم خیلی واکنش نداشتن. نظر خودت چیه؟ بچه‌ها خوشحال بودن اینکه شما برگشتین به برنامه؟ خب اون لحظه‌ای که من اومدم تو برنامه فکر کنم یه سریا دوست دارم و دلم تنگ شده های الکی و خنده های زیرزیرکی بود، ولی خب یه سریایی هم که میدونستم از اومدنم خوشحال شدن و منم خیلی خوشحال بودم از اینکه وارد برنامه شدم، ولی خب دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه نمیتونیم چیزی بهشون بگیم. حالا میتونن دوست داشته باشن از برگشتن من خوشحال باشن، میتونن نباشن. زهرا، برگشتی به برنامه و با ورودت یه قوقا به پا شد، یعنی پا قدمت یه جوری بود که حاشیه توی عشق ابدی بیداد کرد. نظر تو راجع به اون حاشیه ها چیه؟ که میدونی چه حاشیه‌ای رو دارم میگم. حاشیه که حاشیه نگم، کلا عشق ابدی حاشیه بوده و اینکه اون حاشیه‌ای که لحظه‌ای که من اومدم و ورود من بوده، فکر کنم حواشی تازه اونجا به بعد شروع شد و اینکه حاشیه اصلیه خب دیگه هممون میدونیم چی بود و به نظر من و نظر شخصی من توی برنامه هم گفتم من نمیتونم شخصا خیانت رو بپذیرم به عنوان یک دختر و اصلا هر چیز دیگه. و یه جمله دیگه‌ای هم که من نشسته بودم توی یه قسمتی با امیر داشتیم صحبت می‌کردیم، اتفاقا در مورد خیانت داشتیم صحبت می‌کردیم با هم دیگه. از نظر من فقط خیانت به این که بخوای به یه نفر دیگه خیانت بکنی نیستش، همون جملاتی که توی برنامه گفتم اونا هم میشه جزء خیانت و اینکه اصلا من به شخص کلا این خیانت رو نمیپذیرم و هیچ توجیهی برای من نداشته و نخواهد داشت. و بعضیا فکر میکنم سعی میکنن خیلی اونجا دیگه همه چی رو دیگه پاک کنن و بره یادمون بره که چه اتفاقی افتاده. نکن این کارو، نکن. زهرا، این قسمت آخری که از عشق ابدی پخش شد یه عشق خیلی قشنگ بین تو و علی دیدیم. از علی چه خبر؟ خیلی استوریاتو نمیبینیم، راستش بخوای خیلی ها این سوالو کرده بودن. علی داره کاراشو میکنه، با هم دیگه هستیم، داریم ادامه میدیم، منم دارم کارامو میکنم، همین. و اینکه میتونم اینو بگم من تو دنیای مجازی زیاد نمیام زندگیم رو نشون بدم، شاید برای همینه که بچه‌ها همش میپرسن که چرا با هم دیگه استوری نمیذارین. یه دونم استوری گذاشته بودم دیگه، حتما یه دلیلی داره. علیو ازت پرسیدم به خاطر اینکه چند وقت پیش یه دونه عکس و فیلم دیدیم تو رو با یه آقای دیگه، برای همین ما فکر کردیم که شاید این رابطه تموم شده یا پارتنرت عوض شده، برای همین ازت پرسیدم میشه راجع به اون آقای توضیح بدی بهمون؟ ببین من نمیدونم چرا همه دنبال حاشیه‌ان. ایشون یکی از دوستای بنده هستش که توی یکی از پروژه‌های عکاسی با همدیگه بودیم و یه ویدیو هم با همدیگه گرفتیم و یکی از بهترین دوستای من هستش و فقط توی پروژه عکاسی و فیلمبرداری با هم همکاری کردیم. پس نباید بیایم هر چیزی رو که میبینیم که بکنیم حاشیه که زهرا با این بوده. یکی از بهترین دوستامه، هیچ حاشیه‌ای هم نداره و تمام.
چیزی که متوجه شدی خیلی درگیر فضای مجازی نبودی. الان ببینم زهرای قبل عشق ابدی و بعد عشق ابدی چه تغییری کرده؟ ببین زهرا بعد عشق ابدی میتونم اینجوری بهت بگم که اینو یاد گرفته بیشتر به خودش اهمیت بده و اینکه زیادی محبت کردن و دوست داره کلا زهرا، ولی دیگه حداقل بتونه محبت بکنه به کسایی که واقعا ارزش محبتاشو میدونن و جرأت زدن یه سری از حرفا رو بتونه داشته باشه بعد برنامه. و کلا من آدم آرومیم و شاید تو اونجا هم حرف نزدنم برای همین بوده و باز هم دارم میگم توی زندگی شخصی خودم هم انقدر آرومم. راستی من تنها کسی بودم که اونجا هیچکیو شاید نمیشناخت. شاید بقیه بچه‌ها همشون همدیگر رو میشناختن، از قبل با همدیگه صحبت کرده بودن، از قبل با همدیگه تیم کشی کرده بودن. شاید من رفتم اونجا فقط به عنوان کسی که تک و تنها بوده. شاید اینم میتونست باعث حرف نزدنم باشه. تو ویدیوها نگاه میکردیم برای بچه‌ها غذا میپختی، فکر کنم دستپختت خوب باشه نه؟ دستپختم که عالیه. آره توی ویلا که وقتی که بودیم خب واسه بچه‌ها غذا هم میپختم، حتی واسه خودم هم. من کلا کارامو خودم انجام میدم، حتی غذا پختنمو. و راضی اصلا علی هم کلی غذا میپختش واسه بچه‌ها، نه تنها من. و اینکه عاشق غذا پختنم، عاشق مسافرتم، عاشق تفریحم، شوخ طبعم که هستم. زهرا قضیه ماشین چیه؟ ماشین یه قضیه اصلا پیچیده‌ای داشتش که اینطوری شد که ما حذف شدیم و با یه ماشین به سمت خونه رفتیم. اینطوری بود که دیگه تو ماشین یه مقدار با هم دیگه صحبت کردیم با علی و بعد دیگه تصمیم گرفتیم که خب بریم خونه من و با هم دیگه رفتیم و توی خونه هم یه مقدار صحبت کردیم و با هم دیگه آشپزی می‌کردیم، با هم دیگه خرید می‌رفتیم، با هم دیگه صحبت می‌کردیم. علی شعراشو می‌نوشت و من احساس میکنم که اینجا متوجه شدم که علی یه کاراکتر خیلی باحالی هم داره که خیلی به من نزدیکه. با اینکه من آرومم ولی یه کاراکتر دیگه‌ای هم دارم و برای همین دیگه بیشتر با هم دیگه آشنا شدیم و واسم خیلی جالب بود و اینطوری شد که با علی دیگه رابطمون رو شروع کردیم و که بعدش هم که استوری و اینا داشتیم میذاشتیم که یهو بهمون زنگ زدن گفتن که بیاین تو برنامه، در صورتی که اصلا من نمیدونستم میخوام برم تو برنامه. علی به من گفتش که باید بلند شی بریم برنامه، دعوتمون کردن و منم اصلا تعجب کردم، بودم که چرا داری شوخی میکنی باهام. و تو یه سری از سوالا من دیدم که ازم پرسیدین زهرا تو میدونستی که میخوای دوباره وارد برنامه بشی؟ نه اصلا اینطوری نبود، من نمیدونستم، علی نمیدونست و همونطوری که تو سال اولم بهتون گفتم جز قوانینشه کسایی که حذف میشن احتمال برگشت دارن. پس ما هیچ اطلاعاتی نداشتیم و کاملا یهویی با همون تماس گرفته شده که برگردیم تو برنامه. اولین بار که اومدی عشق ابدی نمیدونستی چه خبره. دومین بار که برگشتی میدونستی چه خبره و برگشتی. پشیمون شدی از برگشتنت؟ اون روزی که من تو فینال حذف شدم و یادتونه؟ اون روز من چی گفتم؟ گفتم که من دارم از اینجا میرم ولی بازی بچه‌ها تازه الان شروع شده و دقیقاً همین شکلی شد. حالا من برگشتم ولی با قدرت برگشتم و اصلاً پشیمون نیستم و خیلی هم خوشحالم از برگشتم. رنگ مورد علاقت چیه؟ بنفش. چرا که چون نماد ثروت، قدرت، معنویت و عاشق رنگ بنفشم. آخ یه چیزی یادم اومد از رنگ بنفش. فهمیدم چه سوالی ازت بپرسم. برای همین خط لب بنفش خیلی دوست داری؟ من کلی ازم سوال پرسیدن که این خط لب بنفش جریانش چیه و هنوز من درگیر این خط لب بنفشم با اون سوالایی که ازم پرسیده میشه. ببینید خط لب بنفش جریانش این بود که من تو اونجا این خط لب بنفشه رو داشتم، یعنی مال اونجا بود و من ازش استفاده کردم، چه به اشتباه چه به درست. من از اون خط لبه استفاده کردم و این یه سوژه خیلی بزرگ شد و برای من و هنوزم فالوورام ول نمی‌کنن، دارن ادامه میدن.
حالا این خط لب بنفش که مال اونجا بود و من گذاشتم همونجا، اومدم بیرون. دقت کنین دیگه بعد اون اصلا هیچ وقت خط لب بنفش ندارم. پس چی بود؟ خط لب مال اونجا بود. الان که دانشگاه تعطیله چیکار میکنه زهرا؟ روزاش چطوری میگذره؟ مقاله میخونم، خرید میکنم، گاه گدایی ورزش میکنم، فیلم نگاه میکنم، موزیک گوش میدم، خونه رو تمیز میکنم، آشپزی میکنم. عاشق آشپزی کردنم و همیشه برای خودم آشپزی میکنم. و اینکه گاه گدایی هم کتاب میخونم و الانم که دیگه خانواده اومدن و سرم گرم خانواده است و گشت و گذار و بریز و بپاش. تو یکی از جوابایی که بهم دادی گفتی میخوای برند خودتو داشته باشی. یک کم بهمون توضیح میدی؟ حالا کامل نمیدونم که سورپرایزه و اینکه یکی از رویاهای بچگیم و احتمال اینکه خیلی زمان بر باشه و یه مقدار طول بکشه هستش، ولی امیدوارم که منتظرش باشید که قراره برندی که دلم میخواد و بزنم. زهرا رو چی خوشحال میکنه؟ زهرا رو از کوچکترین چیز بگید تا بزرگترین چیزی که توی دنیا هستش خوشحالش میکنه. همه ما یه بار زندگی میکنیم و اونم باید با شادی و قشنگی و محبت زندگی بکنیم. و اینکه من همیشه شادم و دوست دارم همیشه شاد باشم، انرژیای خوب بیاد سمتم و همیشه با انرژی مثبت زندگیمو پیش میبرم. والا تو برنامه هر جوری که دیدیم گریه میکردم، میخندیدن، زهرا اونجا بود. میخوام بدونم از بین اون بچه‌ها کدوماشون الان جز دوستات محسوب میشن؟ خب الهه، ترانه، نگار دو، محدثه، همه بچه‌ها دوستامن. و اینکه یه جاهایی هم که من خواستم این نکته‌ام راستی بهتون بگم، یه جاهایی خب من پشت همه بودم و همیشه هم هستم و به نظر من اینجا بود که من برگشتم گفتم زهرای عشق ابدی بعد اینکه از عشق ابدی خارج شد یکم محبت کردنش رو کنترل کنه، بیش از اندازه محبت نکنه. با پسرها چی؟ با کدوماشون در تماسی؟ با امیر هستم، بعد علی هم که دیگه خودتون میدونین و امیر و میلاد دیگه تمام شد، دیگه پسری نداشتیم که ما. میدونی که سوالای حاشیه‌ای خیلی زیاده، ولی خواستم تو برنامه اول بیشتر خودتو بشناسی. سوالای ما رو کی جواب میدی؟ مرسی واقعا. و اینکه سوالای حاشیه‌ایتون رو نگه دارین که تو ویدیوهای بعدیم حتما میام جوابتون رو میدم. این اولین ویدیو من بود و لطفاً یوتیوب منو سابسکرایب بکنید که منتظر ویدیوهای بعدیم باشید. فعلا بای بای.